این ویدیو اصلا کلیک بیت نیست و متاسفانه حقیقت داره. دقیقاً 4 سال پیش ما با اولین ویدیوی مگنت فیشینگ شروع کردیم و اولین کسی بودم که توی ایران وارد یوتیوب فارسی کرد و اینقدر استقبالات شما زیاد بود که ما این کانتنت رو ادامه دادیم، کلی ویدیو ساختیم و حتی یه چنل مجزا به اسم مهران مگنت هم برای این کانتنت ساختیم. از اون موقع به بعد خیلی اتفاقات افتاده. فکر کنم بیش از تقریبا 100 تا دوچرخه در آوردیم، بیش از 100 تا اسکوتر از زیر آب در آوردیم، کلی خرت و پرت از زیر آب کشیدیم بیرون، چیزایی که واقعا جاشون توی طبیعت نبود و تونستیم توی این 4 سال کلی به طبیعت کمک کنیم، کلی به محیط زیست کمک کنیم و کلی خرت و پرت و آشغال رو از کف رودخونه بیاریم بیرون. همیشه من دوست داشتم توی مگنت فیشینگ یه روزی یه بمب پیدا کنم. یکی از آرزوام بود و حتی به این آرزوم هم رسیدم و ما تونستیم یه دونه بمب پیدا کنیم که حتی من از این بمب به عنوان دکوراسیون حیاط خونم هم استفاده می‌کنم. این مال جنگ جهانی دومه و توی یکی از این ویدیوها با هم پیداش کردیم. بچه‌ها این بمب ترکیده، قشنگ معلومه. ببین پشت رو ببین. نگاه اینجا مثلا صافه، این قسمت هم اینجوری کجه. یعنی قشنگ معلومه که ترکیده و این چیزای پشتیش هم کلا باز شدن و کجه. خدا میدونه که چند نفر با همین مردن. خیلی جاها مجبور شدیم که با هم زنگ بزنیم به پلیس و کلی چیزای دزدی هم پیدا کردیم که مال دزدا و سارقین بود که توی رودخونه انداخته بودن. Gerade so eine also scharfe Patronen gefunden und etwas, der sieht sehr sehr ähnlich an eine Bombe aus. Die habe ich natürlich genau. Aber wo lag denn das, was Sie gesagt haben? In den Fluss. Im Fluss? Ja, und ich habe wie gesagt Altmoabit, welche Hausnummer, wo sind Sie genau? Holy shit. بچه‌ها پلیس هم اومد. نمیدونم بمب خونسا هست یا نه، ولی یارو همینجوری رفته و داره درش میاره. بچا دقیقاً همینجا خودتون ببینید با ابزارهایی که داره خونساش میکنه به احتمال خیلی زیاد. خیلی جالبه. یه بار مگنت فیشینگ کردیم که بمبم پیدا کردیم. الان داریم خونسا کردنش هم لایو میبینید. حاجی من استرس دارم الان نتره که شبیه ریاکشن شده برام بچا. یعنی از یه طرف دارم به اون مرد نگاه میکنم که وقت بمب نتره که، از یه طرفم دارم لایو ریاکشن میدم بهش. آره داره خونساش میکنه قشنگ. خیلی جالبه. با چکش اینا میزنه سرشو جدا میکنه و تمام. من احساس کردم الان میره چه میدونم لباس و اینجور چیزا تنش میکنه، حواسش هست که چیکار میکنه ولی نه. حتی اینا یه کاری رو الکی نمیکنن دیگه، مخصوصا توی آلمان. یعنی اگه داره این کارو میکنه به احتمال خیلی زیاد این داره اینجوری عمل میکنه خودش از ما بیشتر میدونه که داره چیکار میکنه، چون درسشو خونده، حرفشو یاد گرفته و دمش هم گرم. باشه اینم از تیکه از بمبمون دافی. یا danke. 2 کیلو ungefähr. و خدا رو شکر این ترکیده بود. در کل اوقات خیلی خوبی رو با هم داشتیم، ولی متاسفانه دیگه این دوران تمام شده و باید بهتون بگم که این آخرین ویدئوییه که امسال تو این کانال پخش میشه و دیگه حداقل برای 6-7 ماه دیگه هیچ ویدئویی نخواهیم داشت. تو این 4 سال سعی کردم که با کیفیت ترین و بهترین ویدیوها رو براتون بگیرم و تمام تلاشمو برای اینکه یه خانواده خیلی بزرگ داشته باشیم انجام دادم. یه چیزی که من تو این 5 سالی که توی یوتیوب فارسی فعالیت کردم یاد گرفتم اینه که آدم باید ویدیوهاشو هر روز آپدیت کنه. آدم باید هر روز بهتر از دیروزش باشه. ویدیوهاش باید حرفه‌ای‌تر باشن، ویدیوهاش باید خفن‌تر باشن، باید بیشتر برای ویدیوهاش خرج کنه تا بتونه پیشرفت کنه. و این مشکلی که کانال مهران مگنت داره و باعث میشه که دیگه من امروز این ویدیو رو بگیرم و ازتون خداحافظی کنم اینه که ما متاسفانه تو این 1 سال اخیر نتونستیم زیاد ویدیوهامون رو ارتقا بدیم، نتونستیم زیاد ویدیوهامون رو آپدیت کنیم و از لحاظ تایمی هم من دیگه نمیرسم که این کارو انجام بدم. من الان دقیقاً 5 تا کانال یوتیوب دارم که اگه بخوام به همه کانالا برسم و انرژیمو روی این کانالا بذارم نمیشه. یعنی واقعا دیگه کم میارم به عنوان یک نفر و شدنی نیست. واسه همینه که تصمیم گرفتم که حداقل 6 ماه تا 1 سال یه استراحتی بکنم. الان اگه 10 تا ویدیو اخیر رو بخواید تماشا کنید همه ویدیوها تقریبا مثل هم، روندشون یکیه و ویدیوها تقریبا توی کانالمون دارن یک شکل میشن که خیلی ضرر میزنه به کانال. الان کاری که من میتونستم انجام بدم این بودش که مثلا یه دونه قایق میخریدم، یه دونه قایق موتوری که با اون قایق بتونیم بریم وسط دریاچه، وسط رودخونه و از اونجا مگنت فیشینگ کنیم. این یه پیشرفت خیلی بزرگ حساب میشد برای کانالمون. یا اینکه باید با ویدیوهای غواصی شروع میکردیم که این ویدیوهای غواصی هم دوباره یه پیشرفت خیلی بزرگ میشد و باعث میشد که هم ویوها برگردن و همین که ما ویدیوهامون رو ارتقا بدیم، آپدیت کنیم و این چیزی بود که واقعا من دلی دوست داشتم انجام بدم، ولی متاسفانه تا سال آینده من یه همچین کاری نمیتونم بکنم، چون که از لحاظ تایمی من واقعا الان نمیرسم که بخوام یه قایق بخرم، بعد از اون قایق بخوام هر ماه نگهداری کنم، برم باهاش ویدیو مگنت فیشینگ بگیرم و تو این کانال بذارم. متاسفانه از لحاظ تایمی نمیرسم. اگه بخوام یه همچین کاری انجام بدم دیگه تمرکزم رو روی کانال امید و مهران، روی کانال هیومن ورسس وایلد فصل 3 انسان در مقابل طبیعت و روی کانال مهران ام کی بعد بردارم و این باعث میشه که به کانال اصلیم ضرر برسه. از اون طرف
بخوام یه دلیل دیگه هم دارم. اون دلیلم اینه که بچا الان دیگه زمستون شروع شده و هوام خیلی سرده و ویدیوهای مگنت فیشینگ هم دیگه واقعا شدنی نیستن، خیلی سردن. اگه یه روز بخوام بریم برای فیلم برداری کلا خیس میشیم. علاوه بر اون دریاچه‌ام دارن به زودی یخ میزنن که اینم کارو برای ما یه ذره سخت‌تر میکنه. واسه همین من دوست دارم تو این تایم تمرکز اصلیمو بذارم روی کانال مهران ام کی، روی کانال امید و مهران و روی کانال هیومن ورسس وایلد و سعی کنم که اونجا بهترین ویدیوها رو براتون بسازم. ما سال دیگه دوباره برمیگردیم با ویدیوهای مگنت فیشینگ. این خدافظی که دارم براتون میکنم دائمی نیستش، فقط برای 6 ماه تا 1 ساله، ولی سال دیگه دوباره برمیگردیم با ویدیوهای قوی‌تر، با ویدیوهای بهتر، با ویدیوهایی که آپدیت شدن، با تجهیزات بهتر و بهتون قول میدم که بهترین ویدیوها رو براتون بسازم. تمام هیترها و تمام کسایی که کامنت میذاشتن چه میدونم مهران زباله جمع کن، مهران آشغال جمع کن، خاک تو سرت، چرا رفتی توی خارج داری آشغال جمع میکنی؟ تو که به این آهنا به این آشغالا نیاز نداری، چرا اینا رو جمع میکنی؟ بعد بهتون بگم که موفق شدید. من همیشه مگنت فیشینگ رو واسه این انجام میدادم که یه ذره به محیط زیست و علاوه بر اون کمک یه فرهنگ سازی درست بشه، باعث بشه که مردم ببینن که کف این رودخونه‌ها چه خبره، یه اسکوتر برقی خودش و باتریش چقدر به این رودخونه ضرر میرسونه. و یه ذره سعی کردم فرهنگ سازی کنم که کسایی که حتی به این موضوع هم فکر نمی‌کردن و همیشه آشغالاشون رو مینداختن توی رودخونه، از این ویدیوها یه ذره یاد بگیرن و باعث بشن که محیط زیستمون دیگه کثیف نشه. من حتی اگه توی این 4 سال موفق شده باشم که فقط 100 نفر به این موضوع فکر کنن و دیگه آشغالاشون رو توی طبیعت نریزن، خیلی خوشحالم و به هدفم رسیدم. و از همه شما هم که تا به امروز از من حمایت کردید، پشت من بودید، کلی ویدیوهامو که با هزار بدبختی و زحمت برای این کانال تهیه می‌کردم لایک می‌کردید، کامنت می‌ذاشتید و ازم حمایت می‌کردید، ازتون تشکر می‌کنم. دست همتون گرم. واقعا جای همتون اینجاست. همتون از ته قلب دوست دارم و امیدوارم که تصمیم امروزمون درک کنید. هیچ وقت تو زندگی من گیوآپ نمی‌کنم، فقط یه تایم خیلی کوتاهی رو نیاز دارم تا یه ذره بتونم خودم رو ریکاوری کنم، دوباره خیلی قوی روی پای خودم وایسم و با ویدیوهای خفن‌تر، بهتر و آپدیت شده برگردم. مرسی که تا اینجا از من حمایت کردید و همراه من بودید و حد اکثر تا سال دیگه دوباره تو این کانال می‌بینمتون. خوش اومدین به یه ویدیو جدید دیگه. امروز قراره که با هم مگنت فیشینگ کنیم. همینجوری که می‌بینید توی لهستانیم، لب آب و اینجا باید پر آب باشه. بچه‌ها چطورین؟ من مهران ام کی هستم. خوش اومدین به چنل جدید. تو این چنل قراره که فقط ویدیوهای مگنت فیشینگ و ویدیوهایی که من با دستگاه فلزیابم میگیرم و براتون بذارم. پس حتما چنل رو سابسکرایب کن. هر هفته چهارشنبه ها براتون یه دونه ویدیو میذارم. امروز یه پارت خفن مگنت فیشینگ داریم. بچه‌ها ما اومدیم توی پاریس، پشت سرمون برج ایفله که الان همتون دارید می‌بینید. چی میگی؟ و قراره که با این دمپاییام براتون توی این رودخونه بسیار زیبا که اسمش رودخونه سنه و از دریای شمال نمیدونم بچه یه دریای هست بین آمستردام و لندن و پاریسه و هوای امروز خیلی عالیه، یه هوای آفتابی و لذیذ و زیبا و ما امروز تصمیم گرفتیم که مگنت فیشینگ کنیم. توی مرکز برلین و بدون معطلی بریم برای اولین پرتابمون. Let's